Hello everyone, welcome to my channel. سلام به همگی به چنل من خوش آمدید. امیدوارم درس های قبلی رو خوب گوش کرده باشید و تمرین کرده باشید. انشالله که مسلط شده باشید به درس های قبلی. درس های قبلیمون در رابطه با سلام و احوالپرسی بود و اینکه سابجکت ها رو یاد گرفتیم و در این درس من دارم، مثلا من یه چیزی دارم، من برادر دارم، من خواهر دارم، با این چیز میپردازیم. همونطور که گفتم در انگلیسی تنها چیزی که کمک میکنه تکرار و تمرین زیاده. تکرار و تمرین زیاد بر اصول خود درس که واقعا باید تمرین اصولی داشته باشید. اگر نداشته باشید شما که هرچی تمرین هم بکنید هیچ فایده نداره. اصول تمرین زبان انگلیسی چجوریه؟ اینکه شما تکرار کنید. وقتی که یک درس را میشنوید، گوش میدید، حالا فرق نمیکنه تو این کانال باشه یا تو هر کانال دیگه، سعی کنید تقلید کنید و بعد از اون کسی که این درس را میده هر چیزی که تکرار میکنه شما هم تکرار کنید با صدای بلند. با صدای بلند که تکرار کنید در مغزتون خیلی خوب جا میفته و اینکه گوشتون شنونده خودتون میشه، عادت میکنه و این گوشتون شنونده داره، این گوشتون عادت به شنیدن انگلیسی میکنه و اینکه این کلمه ها رو شما یاد میگیرید و بعدا به مکالمه میرسید. ولی اگر شما تکرار نکنید و با صدای بلند تکرار نکنید لهجه‌تون را نمیافته. شما فردا روز انگلیسی رو فولی حفظ کردی ولی نمیتونی مکالمه کنی. چرا؟ چون زبانت روان نیست. وقتی که شما تکرار میکنید با هر استادی، از هر استادی که مثلا آموزش میبینید و پشت سرش تکرار میکنید و تقلید میکنید، زبانتون در هر روز مثلا شما یک درس را فرض کن 10 کلمه اصلا 10 تا جمله یاد میگیرید، 10 تا جمله رو شما تکرار میکنید، در 10 روز میشه 100 تا جمله. 100 تا جمله خودش یه مکالمه است. و اینکه من در این کانال زیاد سراغ گرامر و اینجور چیزا نمیرم. گرامر خسته کننده، درس زدتون میکنه. گرامر هم همینجوری لابلاشون، همین جملاتی که یاد میگیری خودش گرامره، تکمیل میکنه و اینکه یاد میگیری چجوری مثلا از گرامر استفاده کنی دیگه نیازی ندارید. الان چون ما خودمون مگه گرامر داریم؟ وقتی بچه ایم صحبت میکنیم یاد میگیریم مگه گرامر میخونیم یا دیگه چیزی؟ من فقط تو این کانال درس میدم و اینکه شما همینجوری که میگم تکرار کنید، بعد یه مدت خود به خود میدونید که این همه جمله شما یاد گرفتی و راحت میتونید مکالمه کنید. و اینکه اگر واقعا دوست دارید لهجه‌تون خوب بشه و چی بشه که مثلا خیلی خوب و عالی باشه، من چند تا کانال هم اگر خواستید معرفی میکنن که مثلا کانال های انگلیسی زبانه و اینکه تو این کانال شما یه سطح رسیدید بعد میتونید اونا رو زبان اصلی گوش کنید، بیشتر جملاتش رو میفهمید و راحت لهجه‌تون هم تقویت میشه. خلاصه وقتتون رو نمیگیرم زیاد، میریم سراغ درس امروزمون. قبل از اینکه بریم سراغ درس، واقعا اگر از این سبک درس ها خوشتون میاد کانال من رو لایک و سابسکرایب کنید، از من حمایت کنید، یک کامنتی بذارید برامون انرژی بدید. دستتون درد نکنه. بریم سراغ ادامه درس. درس امروزمون Talk about your family. درباره خانواده صحبت کن. I have a brother. I have a brother. من یک برادر دارم. I have a sister. I have a sister. I have a sister. میتونید تندتر بگید، اراسری تلفظ کنید. I have a sister. من یک خواهر دارم. I have no brother. I have no brother. من برادر ندارم. I have no sister. I have no sister. من خواهر ندارم. خب سابجکت ها چی بود؟ You, they, we که قبلا یاد گرفتیم و حالا میریم سراغ اونا. We have a brother. We have a brother. ما یک برادر داریم. We have no sister.
We have no sister. ما خواهر نداریم. We have no sister. You have a brother. You have brother. You have a brother. You have a brother. شما یک برادر دارید. You have no brother. You have no brother. شما برادر ندارید. They have sister. They have a sister. They have a sister. آنها یک خواهر دارند. They have no sister. They have no sister. آنها خواهر ندارند. توجه داشته باشید که من، you، I که میشد من، you، they، we. از have استفاده میشد. دارم میشه have. I have brother. You have brother. We have brother. They have brother. ولی او که میشد she یا he، she او خانم، he او آقا، دیگه از have استفاده نمیشه. has، از has استفاده میشه، به جای have has میگیره. توجه کنید. She has a brother. She has brother. She has a brother. She has a brother. او خانم یک برادر داره. به جای one از a استفاده میکنیم. a. She has a brother. کتا میگی has a. She has a brother. اگر کامل بگی she has a brother. She has a brother. او خانم یک برادر داره. She has a no sister. She has a no sister. She has no sister. او خانم خواهر نداره. He has a brother. He has a sister. He has a sister. He has a sister. او آقا یک خواهر داره. He has a sister. He has no brother. He has no brother. او آقا برادر نداره. او پسر برادر نداره. توجه داشته باشید وقتی که بیشتر از یکی داشته باشیم اسم میگیره. قبلا به شما گفتم که بیشتر از یکی باشه جمع که میشه اسم میگیره. I have two sisters. I have two sisters. من دو تا خواهر دارم. I have two sisters. I have three brothers. I have three brothers. میده. توجه داشته باشید که old بزرگتر بود یعنی پیرتر. young جوانتر یا کوچکتر. young جوان، old پیر. ولی وقتی که بزرگ میگیم older، از older استفاده میکنیم. و جوانتر که میگیم younger. older بزرگتر، younger کوچکتر. به این جمله توجه کنید. I have three older brothers. I have three older brothers. من 3 تا برادر بزرگتر دارم. I have three older brothers. I have 2 younger sisters. I have 2 younger sisters. و 2 تا خواهر کوچکتر دارم. I have 2 younger کوچکتر یا جوانتر sisters 2 خواهر. I have 2 younger sisters. I have no sister and no brother. and میشه و. من نه خواهر دارم و نه برادر. من نه خواهر دارم و نه برادر. I have no sister and
no brother. اینجا توجه کنید درباره خانواده صحبت میکنید که از چجور خانواده هستید. I am from a family دری یعنی سه. من از یک خانواده 3 نفره هستم. I'm from a family 4. I'm from a family 4. I'm from a family 4 یعنی 4. من از یک خانواده 4 نفره هستم. I'm from a family 6. من از یک خانواده 6 نفره هستم. I'm from a family 8. I'm from a family 8. I'm from a family 8. من از یک خانواده 8 نفره هستم. I'm from a big family. I'm from a big family. Big بزرگ. I'm from a big family. من از یک خانواده بزرگ هستم. I'm from a small family. I'm from a small family. Small کوچیک. من از یک خانواده کوچیک هستم. I'm from any extended family. من از یک خانواده بزرگ هستم. بزرگ. extended بزرگ یا پر جمعیت. انشاءالله که از این درس هم لذت برده باشید. تا درس بعدی. بای بای. Good night.